بازیگرانی که دو همسر بازیگر داشتند. ازدواج مجدد یکی از اتفاقاتیه که ممکنه در زندگی بسیاری از افراد جامعه رخ بده و هنرمندان و چهره‌های مشهور هم از این اتفاق مستثنا نیستند. در میان بازیگران سرشناس ایرانی برخی از اونها تجربه ازدواج مجدد داشتند و همسران این هنرمندان از بازیگران سینما و تلویزیون بودند. در ادامه هنرمندانی رو معرفی میکنیم که با 2 یا حتی 3 بازیگر ازدواج کردند. مهدی پاکدل در سال 89 با بهنوش طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون ازدواج کرد و در سال 95 از او جدا شد. این هنرمند در سال 99 یعنی 4 سال بعد از جداییش از خانم بهنوش طباطبایی با رعنا آزادیور هنرمند بازیگر سینما ازدواج کرد. امین حیایی سالها قبل زندگی مشترک کوتاهی رو با مونا بانکیپور تجربه کرد که به طلاق انجامید. دارا حیایی حاصل ازدواج اول امین حیایی است. این هنرمند بعد از مدتی با نیلوفر خوشخلق از بازیگران سینما و تلویزیون پیمان زناشویی بست. مهدی هاشمی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون برای اولین بار با خانم گلاب آدینه ازدواج کرد و نورا هاشمی ثمره ازدواج اونهاست. این هنرمند در سالهای اخیر با مهنوش صادقی ازدواج کرد و با ایشون زندگی میکنه. فریبرز عربنیا بازیگر مطرح سینما و تلویزیون اولین بار با آتن فقیه نصیری پیمان زناشویی بست و ازدواج اونها بعد از چند سال به پایان رسید. این هنرمند بعد از چند سال از جدایی با زنده یاد عسل بدیعی ازدواج کرد و جانیار حاصل زندگی مشترک اونهاست. این زوج بعد از مدتی از هم طلاق گرفتند. سارا خوئینی ها یکی دیگر از هنرمندانی است که تجربه 2 بار ازدواج داره. چنگیز وثوقی بازیگر قدیمی کشورمون همسر اول سارا خوئینی هاست. سارا خوئینی ها از ازدواج اول خودش یک دختر به نام قنچه داره. این بانوی هنرمند در ازدواج مجدد با یوسف مرادیان زندگی مشترک خود را آغاز کرد و پسری به نام شایان را به دنیا آورد. اما زندگی مشترک اونها هم دوامی نداشت و بعد از چند سال به پایان رسید. رامبد جوان 3 بار سر سفره عقد نشسته و هر 3 همسر ایشون با نام ماندانا روحی، سحر دولتشاهی و نگار جواهریان از هنرمندان سینما و تلویزیون هستند. رامبد جوان از زندگی مشترک فعلی خود با نگار جواهریان دختری به نام نوردخت داره. ممنون که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید. با لایکاتون به ما انرژی بدید و برامون کامنت کنید و بگید دوست دارید موضوع ویدیو بعدی چی باشه.